عزیز اینش جویه خربوزه ترپیده یک 30 سانتیمتر هست نه؟ تای دو وجه باید 40 سانتیمتر تای چی؟ تای 40 سانتیمتر حوزه سبز است نه؟ یعنی اینجا بیا و دا اینجا دو تای دیگه ها اینجا دو تای دیگه باز اینجا دو تای دیگه باز میبیویم با در بجا اینجا یک تا دیگه این دیگر این زمستونه دوستان عزیز من از خربوزه زمستونه کشو کنی خربوزه زمستونه تا این زمستونه بود است این زمستون میبرورد بعد نرخی ناز میرود یکی نگاه داشتن در کار با جای نگاه بینی در کار اینش ها کلانش در بالا های کنی رفته میگون چیزی که بینیم کنی این زمینه های زمینه این اولی چه اینا کی خوردن در کار با این اولی میسته آخر سنتیمتر از زمین میگیره آخر سنتیمتر از زمین میگیره هم که میپازه میسته پلاک میشینه قاق میشوه بعد میگیریم از زمین 100% میرسه کو بعد تو یانوار میسته کشو میسته تو این اگر جود ناز باشه تو بهار میسته تو بهار میسته اینجا ما این دهک دو تا دارد دو تا خربوزه دارد اینجا سیومش هم دورون عزیز یک تا لایک مونید کنی همین دمای همه 45 گرادوس است در 45 گرادوس امروز در دوشنبه 40 است در اینجا 45 گرادوس است کور رفته شده است ببینید که دهقان در 45 گرادوس کار میکند این رو ببین یک تا دو تا تمام دوستان عزیز انی کوکچه کنی کشو پختگی است کوکچه نه پخته است اولی خام است کوکچه میخوریم خدا خواهد در پانه خدا باشد یک لایک مونید